بلفاز اونا چجوری بیشتر بازی کردن از ما؟ بیا دیگه، یه دونه یکی نیست. به آقا دقت کردی یکی برزک نزده جلو ما؟ خب بزنیم ما دلمون خوش باشه. بده من. بسه من نمیخوام پیاده مفت مال خودت. این یه تفاوت دارم بگیرم، یه طرح دیگه هم دارم که مثلا اینجا یه ایچار باید بندازم. من حس میکنم یه ایچار بندازم کارو من میتونم در بیارم. بذار ببینیم چی میشه. بیا آقا کاش اینو بذاره اینجا. وایسا آقا اینو ندارم، یه افسه میندازم که حالا داشته باشم مثلا اسبا بخوام برم اینجا. حالا یه ایده وزیر افشیش کیش اینجا این. آره آقا وزیر افشیش بنگ بزنه میزنم، کیش میره میزنم، میام اینجا اسب اینجا. بس مجبوری روحیش بیاد، بس وزیر میذاریم اینجا. به همین راحتی ترون کنسله. حالا H4 H5 هم داریم تو این ساخته ها، الان اجراش میکنیم. مثلا اسب ایشیش و وزیر D2 با تر این. این هم باید مواظب باشیم. این بیا اینجا اینو بزن، من اینو بزنم ستون ای که من درسش دادم. آقا من درس دادم اینو، ما زحمت کشیدیم حاجی. اینا رو برید نگاه کنید، حیفه به قرآن. بریم من یه نکته بزنم اینو اینجا. اینو نه اینو میزنم. یه روزی آها برا چرا من میگم بره؟ حالا بهتون میگم چون به خاطر که یه دونه روند درست میشه. حالا J4 اینجا نباید عجله کرد، اینجا نباید عجله کرد. ببین یه F4 ایشیش وایسا تق J5 بزنه میزنم. وایسا F5 چی؟ F5 درجا مساوی میشه، پس H5 J5. آقا یه چیزی اینو بریم اینجا یه 2 تا 3 تا تپ بگیریم ازش. وایسا ببینم بده من. بیا چه تمپی میگیره این بازیکن. برو من اول بیام این پیاده اینو بگیرم. نمیرم اون سمت که این یه شانسایی رو مخ من بره. اینو میزنم میام اینجا. این میام بیا بابا تسلیم شد. تو 10 ثانیه 4000 بار ماتت میکنم. یه روزی تنگ غروب آسمون سگ تو روی همتون. او یکی نیست به قرآن برزک بزه داره اصلا خورد میشه. حریفا اونا به همه برزک میزنن، امتیازا میره بالا. ما اینجا
داریم زحمت میکشیم آقا. مثلا فیلیدو میبینیم با ب میزنم، روخو میزنم اینجا با تر این ای4 هم ای5 کنم. حالا این عجب وضع خرکی شد آقا. اینو من میام فیلم میذارم اینجا. خب در از J5 میام این. حالا فقط یه ایچیش نکنه، وزیر رو میام تو. بیا برو بابا، بیا برو روزی تو جای دیگه بده، یا A5 هم بنداز، اسبو بکار اینجا. ببین هیچی نداری، فیل اینجا، وزیر رو میارم تو بازی. یه ذره صبر کن. فیل اینجا اصلا من نیازی ندارم، من غنیم. بزن دیگه بابا، بزن دیگه، ما کار و زندگی داریم. مثلا وزیر اینجا. آقا اینو بذارم چی بودی؟ بیا اسب D6 دارم، بیا اسب اینجا دارم، بیا J3 اینو میرم مثلا تو. خوبه؟ این چی میگه بابا؟ این چی میگه؟ برو. یه اسب بد رو مخ منه. خب من اینو شام فیل F3 میکنم، این اسب رو من باید حذفش کنم. حالا چطوری الان بهتون میگم. وزیر رو میذارم اینجا. این چی میگه؟ بیا کاش اینجا گذاشته بودم. بده من. فکر میکنه خیلی چقره. خب نمیدونه که من چقدر با این اسبام انقدر مانور میدم تا سردرد بگیره. بیا دقیقا من اینو بده من. نمیدی اینو بیا با این بزن، یه ذره بخندی، یه ذره. بیا اینو بده من. بیا اینجا. اینو بده من. اینو هم بده من. فقط دیگه تسلیم شد دیگه سلطان، دیگه ما کاری از دست من دیگه بر نمیاد واسط. بیا 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 کش. من نمیخوام اون اخلاقی که خوبی که دارم و بهت نشون بدم. برو گم شو دیگه، برو گم شو دیگه، برو گم شو.